یکی از بهترین موسای ماینکرافت بدوارز. یک گلوریس مدل او، چیزی که خودم هم همین الان دارمش. این موسشه، ماینسشه برای من. این چیز از این سوراخ ها اینجا نداره، بچه فرقش اینه. وزن 67 گرمه، مخصوص بدوارزه. میدونی چرا؟ شماره 2 ریزر دس ادر ورژن 2، یه موس میان رده قیمت پایین که زیادم پایین نیست، ولی خب به درد بیشتر گیمای بدوارز هم میخوره، ولی به درد CSGO اینا هم میخوره. شماره 3 روکت کامپورو، امیدوارم درست گفته باشم. بچه این موس به درد همه چی میخوره، این ریزر فقط به درد ماینکرافت نمیخوره. شماره 4 لاجیتک جی پرو ایکس سوپر لایت. شماره 5 بلادیا 60 یا 70 که همین الان خودم هم دارمش اینجا و این موسش واقعا خفنه. و ممنونش هم لایک رو بکوبی، زنگوله فالو هم بکوبی اگه از این ویدیو خوشتون اومد. توی کامنت ها هم نظرتون بگو. اوت.